سلام. امروز روز دومه این اصطلاحاً چله‌ایه که من تصمیم گرفتم بیام و امروز انقدر بیحال بی‌حوصله کسل بودم که گفتم این چه تصمیمی که چی مثلا به خود سختی میدی که چی بشه. ولی گفتم نه دیگه، چه روز دووم بیار. و این ویدیو رو الان ساعت 12 شب فکر کنم دارم میگیرم و اصلا نمیخواستم. افتاده بودم رو مبل داشتم یوتیوب نگاه میکردم، یک الگوی تکراری رو داشتم دوباره تکرار میکردم و بیخیال داشتم میشدم که حتی این ویدیو رو بگیرم بیام توضیح بدم. ولی گفتم نه، حتما باید بیام این ویدیو رو بگیرم. روز دومه و این 40 روز باید ادامه دار باشه. باید به خودم ثابت بکنم که چطور میشه این کار رو انجام داد. الان سر و وضعم هم نمیدونم چه مدلیه، موهامم تصمیم گرفتم بلند کنم. خلاصه که امروز روز دوم، سیگار نکشیدم، کار مضری نکردم، غذام هنوز لب به لبه، هنوز رو اون روتین ترتمیز و مرتب نرفتم. ولی خب یه جورایی فستینگ هم هستم. تقریبا میشه گفت از ساعت 9 و 10 شب دیگه چیزی نمیخورم تا فردا ساعت 2 و 3 ظهر که ناهار بخورم. شبا دارم یک تکنیک تنفسی جالب رو انجام میدم که نمیگمش، که منتظرم نتیجهش رو ببینم و نتیجه جالبی داشت. یه خوابی دیدم اصلا برای اولین بار برگام. خیلی جالب بود و خیلی ملموس دارم احساس میکنم این تکنیک تنفسی چقدر چیز خفنیه و داره جواب میده. اون دارم انجام میدم و دارم توی این مسیر هیپنوتیزم هم یاد میگیرم، دارم میخونم، مطالعه میکنم راجبش. و ببین 40 روز ببخشید کون خودم رو میخوام پاره کنم و به هیچ عنوان توی روتین تکراری گذشتم نمونم. سالها من تو اون روتین بودم، خیلی هم حال کردم، ولی دیگه نمیخوام اون شکلی باشم. میخوام یه ورژن دیگه ای از خودم بعد از 40 روز ببینم، یه چیزی که حال کنم باهاش دیگه. الانم دمم گرم، الان خوشحالم که اومدم این ویدیو رو گرفتم. اگه نمیگرفتم فردا میدونم به خودم کلی فوش میدادم و گفتم دیدی بازم نکردی، دیدی بازم، دیدی. ولی این مسیر رو من ادامه میدم. 38 روز دیگه مونده. عین 38 روزش رو ویدیوهاشو میگیرم. نمیدونم الان این ویدیو چقدر شد زمانش، اما مرسی از این که داری منو میبینی. شاید هم هیچ کسی منو نمیبینه، خودم دارم با خودم حرف میزنم، ولی مهم نیست. مهم اینه که میدونم بعد از این 40 روز اتفاقاتی خواهد افتاد که خیلی ها برمیگردن به روز اول و نگاه میکنن، علل خصوص خودم. مرسی از اینکه اینجایی اشکان و مرسی از اینکه داری منو میبینی. تو مراقب خودت باش. خداحافظ.